در جاهایی که میدونستم که 100% استاد حق است اونا ناحق هستن، ولی این بزرگواری میکرد و عقب نشینی میکرد. بالاخره پیش رای اون نفران گرفته نشد، رفتن و نه تنها رفتن بلکه جرأت و جسارتشون بیشتر شد و حتی در بعضی جاها باز با یک فخر و کیبر میگفتن که ما مثلا فلانی رو استاد رو اثبات کردیم، در جایش نشوندیم، این کردیم. و من فکر میکنم که همین شیوه مناسبت بلفینی داخلی در فعالیت استاد نوری هم جنبه های خوب داشت، مثبت داشت، و هم باعث آن گشت که یک ایده از افراد که بالاخره دیگر رفتنی بودند، بجای آنکه آنها بروند به این شکل، بهتر میبود که استاد در همون جایی که ناحق است میگفت خب دیگر بروید.